برنج رو دوست دارین کته بخورین یا آبکش؟ میخوایم بدونیم کدوم روش کمک میکنه بیشترین مقدار سم آرسنیک از برنج حذف بشه. خب بله، برنج به خاطر اینکه نوع کشتش غرقاب شدن و توی زمین با آب زیاده آرسنیک خاک رو جذب میکنه. اگه کته کنیم بیشتر مواد مغذیش حفظ میشه داخلش و ما آرسنیکش بیرون نمیاد. اما اگر آبکش کنیم 50 تا 70% مواد مغذیش میاد بیرون، ولی خب آرسنیکش رو هم میتونیم ازش خارج کنیم، حذف کنیم. دانشمندای دانشگاه شفیلد بودن که گفتن از یه روش ترکیبی استفاده کنیم، یعنی بیاید برنج رو هم آبکشش کنی هم به نوعی در واقع کتش کنی. حالا براتون توضیح میدم. این روش که سازمان FDA هم اون رو تایید کرده اینه که اولا برنج رو خیس کنید. اگه فرصت ندارین حداقل نیم ساعت خیسش کنید، ولی بهترین زمان خیس کردنش یه چیزی بین 4 تا 5 ساعته. این در واقع آبش خالی میشه و مقدار زیادی از آرسنیکش بیرون میاد. اما بعدا تو پخت چیکار کنیم؟ اول بیایم برنج رو به نسبت 5:1 5 تا لیوان آب 1 لیوان برنج اینو بذاریم چند دقیقه کمی یه قل بزنه. تا قلو زد برنج رو صاف کنیم. بعد دوباره با نسبت معمولی 2:1 به ازای هر یه لیوان برنج 2 لیوان آب برنج رو به صورت کته در بیاریم. این روش فعلا ایمن‌ترین و متعادل‌ترین و علمی‌ترین روشیه که دانشمندا بهمون پیشنهاد میدن. نوش جانتون، هر روز بخورید با این روش بخورید.